همه برادرایی که همراه ما اینجا همراهی دارن، این اولاد و این خاندان به این خرسندی تبریک و تهنیت میگیم و از الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند زندگی حلال، زندگی که از اطاعت و عبادت الله ذوالجلال عبارت باشد الله نصیبشون گرداند. آمین. آینده از بینشان خدای مهربان فرزندایی که هم صورت خوب و هم سیرت خوب داشته باشند الله مهربان به وجود بیارند. از الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند میل‌های ما را، خواهش‌های ما را، محبت‌های ما را به سوی دینش زیاد بگرداند. برادرای عزیز و گرامی، الله مهربان رحمت کند جناب امیر سعید علی حمدانی را. میگفت دلی که از نوری معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از اونی سنگ و آهن ننگ دارد. برادرای عزیز، الحمدلله که این نفرهایی که در اینجا حاضر شما حضور دارین، دلهای شما از بس که داخلش پر از محبت های، پر از گویم اطاعت های، پر از عبادت های، پر از ترس خدا های. زین لحاظ میین در این محفل ها و در این نشست ها بسیار لذت میبرین، بسیار راحت میکنین و از این صحبت ها برای خودتان چیزی با برداشت میکنین. الله را ما سپاسگزاریم که خدای مهربان این گونه قلب ها را برای ما و شما داده است و الا اگر به ایجاد این حضرت نگاه کنیم، میگه حتی سنگ آهنی که از دلی که او غفلت دارد ننگ دارند که الحمدلله که مقصد سنگ آهن هستیم و دلی که او غفلت زده است ای زمره او دل نیستیم. برادرای عزیز و گرامی، ما گوییم در یک محفلی توی حضور داریم. ما آمدیم که تا در حق این خواهرچه‌ای که رخصت شدند و الله را بازم دعا کنیم که از پشت این خرسندی با خرسندی ها را برقرار و بردوام خدای مهربان نگه داره. ولی من صحبتی دراز کردنی نیستم، مقصدم فقط یک اشاره بر این است که هرگاهی که بچه هامون نیت زن دادن میشیم یا دخترامون نیت شوهر دادن میشیم، اولا برادران عزیز خیلی مهم است که اینها را ما برای زندگی تیار کنیم. یعنی اینها باید که از عهده همون زندگی برآیند، مسئولیت زندگی را باید احساس کنند که زندگی فقط این معنا یک خواب خیزه نداره. باید این فرزنده و برادرای عزیز باید آمادگی داشته باشند. یعنی زیرا یگانه چیزی که امروز میبینی که تشویش هایی که در زندگی ها شدیستند همش همینه که فرزندای ما از عهده همون مسئولیت نبرموده است، نمیتونن ببراین، همچنان آگاهی هم ندارن. الله رحمت کند. افسوس ده، افسوس که ما و شماها برادرای عزیز بسیار تاکیدهای زیاد از کتابها داریم، لیکن فقط مراجعت نکردیم. فقط از گفته های عزیزا و پیشینه هامون
برادرای عزیز بخبری. شما بینید که مادرهای پیش دخترها را چگونه نصیحت میکردند یا پدرهای پیش فرزندان را چگونه نصیحت ها میکردند. همه همین نصیحت های اونها برداشتش از آیت قرآن و حدیث پیامبر است. مثل که مادری که وقتی که دخترش رخصت میکرد طرف دختر مقصد میگشت میگو بچم من یک چند نصیحتی دارم، اگر همین نصیحت های مرا همین احترام، همین عزت، همین محبتی که در خانه پدر و مادر داشتی همین هم در همونجا پیدا میکنی. برادرای عزیز دخترهای سرکش نبودند، دخترهایی بودند که گپ پدر و مادر برای اونها بسیار بسیار یک قیمت و قدری خیلی بلند داشت و حتما گوش می انداختند که که همین مادر من مرا چی مصلحت میده. زیرا مادرها خداشون که مادرهای خوب بودند، البته به البته از اونها فرزندای خوب بیرون شدگی هست. مثل که دختر نصیحت میکرد که بچه وقتی که خانه همون مردک رفتی از همه چیز مهم برای تو قناعت های. بین یک نعمت قناعت این برای مرد و زن برای همه مهم های. چگونه پیامبر اون میگه لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا نفس. اگر یک آدمی را شما دیدین که خیلی مثال مالدار، ملکدار، ثروتمند، میگه این نشانه اون نیست که این آدم مقصد اینا نمیشد گویم که بسیار مردک که دولتدار، ثروتمند، بوی. میگه تا زمان در نفسش اگر قناعت پیدا نشود، تا قناعت اگر پیدا نشود این آدم میگه ثروتمند گفته نمیشود. انا همون زنهایی که اگر وقتی خانه داماد می آمده‌اند وقتی مصلحتش میده که با کم زیاد همون مردک تو قناعت کن. ولی بینین امروز برادرای عزیز ما و شما در یک ملک زندگی داریم که این چیزها را دیده استیم که بسیاری آدمایی هست به خاطر مثال نارسایی، به خاطر مقصد همون یعنی مال دنیا سبب میشه و زندگی هاشون را بینین که پاش میخره و ایران میشه. برادر برای این اگر در همون زنی که مثال اگر قناعت وقتی که مصلحتش داد و برای خودش همین چیز انتخاب کرد، خدا خواه همه همین مشکلات های زندگی را طی میکنه میگذره. انشالله خدای مهربان با ترحم میکنه. هر روز نه هر روز مثال صاحب یک نان، صاحب یک مبلغ شرایط میکنش، لیکن برای یک فرصت در کار، برای یک وقت در کار همون نصیحت میکنش، لیکن برای یک فرصت در کار، برای یک وقت در کار همون نصیحت کلانتر مقصد گرفتنش در کاره. برای این مادرای ما امروز باید برادرای عزیز یا پدرها اگر بینیم مادرها که از عهده همین هم ابراهیم باید پدرها هم در همینجا سهم خیشون گذارن تا برای که زندگی ها و ایران شدن برادرای عزیز بسیار یک دهشتی، بسیار مشکلاتی سختی که وقتی دخترت مثال طلاق میشود یا بچه طلاق میکنه این بسیار بسیار یک غضب ای جانب الله بر اهل همون خانواده زندگی نظم میکند. انشاءالله همون احترام هایی را که باید در گردن زنها هستند که پیامبر گرامی حتی تا جایی هست که میگد اگر ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. هر یک زنی را اگر ما بدانیم که ای مثال خواهری عزیز ترا جنت یا کلید یا در جنت در رضاگی همین مردک تای، اگر همین مردک تو راضی کنی، همین مردک تو خوشنود باشه، همین مردک مقصد در حق دعای نیک میکردگی باشد، دیگر انشاءالله حدیث پیامبر بشارت داده که این آدم جنت میرود.
ولی یک قصه مشهور است، فکر میکنم ممکن شنیده باشین. زنی را که شوهرش وقتی که تجارت در برآمد و زنش گفت که مقصد زنک تا آمدن من خلاص ای خانه بیرون نشه، پایبند کار بار همی خانه باش. الهی مهربان رحمتشون کند، چی زنهای خوبی بودن که باور کنین سخن مرد هیچ وقت در زمین نمیموندن. وقتی که مرد بیرون شد، اکو تجارت های زمان به همه معلوم بود که ایتا جهت های هوایی دیگه نبود، همه راه ها قطعی، به شطور یک ماه می رود، 2 ماه می رود، 6 ماه می رود. در همین اسنا بودن که تلفن نیست که خیلی پرسی که همطوری حالت به سر ما آمده. دختر همیان خانوادهش که پدر ممسیو در حالتی وزمین های امکان باشه بیا خبر بگی. میگه زمانهایی که رسول اکرم حیات بودن، این دختر دیگه میبینه یگان واسطه ای نیست که از شوهرش اجازت پرسد، شوهر نیست. میگن از پیغمبر گرامی میپرسد که چیکار کنم، هم خیلی حالت های. پیغمبر میگه گفتش که این همه ابولای سمرقندی در کتابش میاره، گفت همو مردک امر کبوشه که از خانه نجون، همو در همو خانه بیست، صبر کن، اطاعت ای شوهرت بهتر است از این که تو به عیادت پدرت برای. قبول میکنن. یا زمان پس دیگه میگذارم میان میگن که گذشت بیا در جنازش اشتراک با همین مادر با پیامبر گرامی را میپرسه چیکار کنم جنازش. میگه اطاعت ای شوهر بهتر است از این که حتی در معرکه دفن پدرت اشتراک کنی. زن نمیره. برادر عزیز، آیا که با امروزه مثال خواهرای ما اقتباس کنید که آیا مثال در هر یک کار مثال شوهر پرسیدن این امر خدا و رسول است. بعد از آن وقتی که میگه مردکش میگردم یا شاید خیلی وقتا گذشت، بعدا در پیش مردکش حکایه میکنه که مردک شما گفتین از خانه نبرو، ما را پدرمون بیمار شد نتونستیم، حضرت پیامبرمون اجازت ندادن، در دفنش هم اشتراک نکردیم، پیامبر نازنین اجازت ندادن. بعدا میگه این بسیار ناراحت شد که خی خلاص میرفت یا خی باید گرفت. میگه دست زنش پیش پیامبر آمدن، گفتن حضرت همطری حالت شده بوده است، شما این خیل مقصد خانومی ما را تعریف فرمان دادین. میگه پیامبر گشت و گفت که انا من برای همین زن یک بشارت میتونم. پدر همین زن بسیار آدم گناهگار بود است، بسیار آدم گناهگار بود، یعنی آنقدر معصیت داشت که در عوضش پیش خداوند بسیار عذاب میکشید. لیکن به خاطر آنه که همین زن اطاعت ای شوهر کرد، الهی مهربان همه گناهاش را بخشید. ببینید همه گناههای امو پدر را بخشید به خاطر که دخترش از شوهر اطاعت میکنه. برای همین ببینید تا کجا اطاعت شوهر، تا کجا برادر عزیز برای ما و شما رحمت است، برای ما و شما خیر است. برای همین هر یک دختری را که ما خانه گسل میکنیم، ما باید حتما مادام مسلمانیم شکر خدا این برنامه های تربیوی که در قرآن و در حدیث داریم دیگر نیازی نیست ای دیگر جامعه چیزی سراغ کنیم. با همین مسئولیت های کتابی اگر دختر مای بچه مای ما فهمانم، از خدا امیده که انشالله در زندگی ها ایتری دشواری ها و نافهمی ها البته نمی شود. خداوند زندگی خوب تیه خواهر ما را الهی مهربان گذشته برادرمونم رحمت و مغفرت کنه. خدای مهربان قدومی همه شما برادرها و قدردانان را در این خاندان ثواب نویسه، کمبودیاتونه، لغزشاتونه خداوند با فضل کرمش مغفرت کنه. الهی مهربان باز هم میل های ما و شما را خواهشامونه به سوی دینش زیاد بگردونه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.